تو اینقدر زیاد از من میترسی؟ در حقیقت تو حق بوده ای. به دلت ترس افتاده است. به اهل اویلت گفتی که به کدام ناخوشی دچار شده ای؟ نه، من هم پی بردم، چون که آنها میپرسند کیست این آدم، چی میخواهد، تو به او چی بدی کرده ای که ما را اینقدر بد میبیند؟ به سوالهای آنها پاسخ داده میتوانی؟ بله میتوانم. میگویم که شاهین مرا فریب داده، اما خودش به فریب افتاد، چون که حقش چنین است. همه حادثه به سرش آمده به شرافتی من شده است. این چندان کاری آسان نیست. شاهین، یک چیز به یادم آمد. دخترت را پیدا کردی؟ موضوع صحبتمان دختری من نیست، کلین زیبای تو. او چی میگوید؟ تو دعا دادی؟ فرهاد تو ما رو میشنوی؟ فرهاد من اصلی میشنوی مرا؟ آواز برار. دستانم یخ کردند. افسوس، اصلی در جوانی تنها ماند. شما دختر رو پرونده. من به شما چی گفتم؟ برگرده. خوب شد است جناب. استاد میروی. فرهاد تو ما رو میشنوی؟ آخر من اصلی هم فرهاد، ما رو میشنوی؟ آوازت رو برار. فرهاد کوش بخیر باشد. الو، گوش میکنم خانم یتیر. سلام. جنید گفت که اصلی و فرهاد به نزد تو رفتند. آیا این راست است؟ آنها در آن جایند؟ بله آنها همه جایند. شب گذشته ما یک جای بودیم. من نه خانه‌داران رو تنها گذاشتم. برای نهار کردن یک دو چیز خریداری کرده به آنها میبرم. تشکر. من به هر دوش زنگ زدم، جواب ندادن. خواطر شدم. شاید خوابند، خواطر نشوید. خوب، تشکر. تا
طاقت کن، خواهش میکنم کمی طاقت کن، خواهش دارم آخه. گریز دخترا، گریز. روزی دهشتت به انجام رسید. تو سخت جراحت برداشته، التماس کمی با من کمک کن، کمی کمک کن فرهاد. من به تو گفته بودم دخترا، تو تنها درد را طبابت کرده میتوانی، اما درباره درد چیزی نمیدانی. خب مادامی که گپ میزنی حالت خوب است، اکنون به من کمک کن، خواهش میکنم فرهاد. بیرو دخترا، برخیز. بیرو، من میمیرم. گلسون برخیز. تو چی مردی مگر؟ برخیز زود. تو چی میخواهی از من؟ من چیزی نمیخواهم جانم، پسری تو میخواهد. چشمانت را به سوی او الان نکن. وقتی آن رسیده است که تو در نزد من تعظیم کنی. ای دختر، کودک از آنی کیست؟ ها؟ چی شد؟ او تو را قبول کرد؟ ها؟ گوش کن، یا این که زن دارد؟ اوه او زنک باز زن دارد، همین طور نه؟ از زنم پناهی با تو اویله دار می شوم، به خدا قسم جدا می شوم. همین طور گفتم؟ تو باشی و با او باور کردی و با آغوشش در آمدی. بی عقل. گم شو از اینجا، تو رو نابود میکنم. میشنوی؟ بله شنیدم، ولی شما گمان میکنید که من میترسم. تو و مادر دایی مرا تهدید میکنید، ولی از این گوشم در آمده از دیگرش میبراید. صفیه‌ای که شما با مثل سگ پیش کردید برگشت. چطور برگشته است حالا میبینید. یک چیز دیگر، پسرم کامل به سوی من عادت کرده است. میگیرد همین که به دست میگیرم بویم رو فهمیده خاموش میشود.